صدا از زیرزمین، قسمت اول. هیچ وقت فکر نمی کردم یه خونه بتونه اینقدر ترسناک باشه، نه به خاطر ظاهرش بلکه به خاطر چیزهایی که نمیتونی ببینی، فقط حس میکنی با تمام وجودت. همیشه فکر میکردم سکوت امن‌ترین چیزه. بعد از طلاق دلم فقط یه چیز میخواست: آرامش. میخواستم یه گوشه دنیا باشم که هیچ کس نباشه، نه صدای بوق ماشین نه صدای تلفن، فقط من و سکوت. یه خونه پیدا کردم، یه خونه کوچیک قدیمی توی کوچه خلوت و دور از شهر. صاحب خونه مرد مسنی بود با یه نگاه عجیب که از لحظه اول بهم احساس خوبی نمیداد. ولی من توجهی نکردم، اصلا برام مهم نبود. اون موقع همه چیز بی اهمیت شده بود. اینجا قبلا فقط یه انباری بوده خانم. خونه بوی نم میداد، دیوارها ترک داشت، کف چوبی هر چند قدم یه بار صدا میداد. یه جورایی انگار خونه خودش زنده بود، نفس میکشید، نگاهت میکرد. شب اول حس کردم یه چیزی اشتباهه، ولی به خودم گفتم خستم، چون تازه اسباب کشی کردم. ذهنم هنوز تو گذشته است، باید عادت کنم. ولی ساعت دقیقاً ساعت 2:23 شب اولین صدا رو شنیدم. صدای گریه، یه گریه خیلی ضعیف و خفه، انگار از پشت دیوار. گوشمو تیز کردم، شاید خواب می دیدم، شاید صدای باد بود، ولی نه، اون صدا واقعی بود، صدای یه بچه، یا شاید هم نه، یه چیزی شبیه به بچه. دیوونه شده بودم، ولی اون شب دیگه خواب به چشمم نیومد. صبح با چشمایی پف کرده و بدن درد از جا بلند شدم. نور خورشید از پنجره خاک گرفته رد می شد و یه جور سایه عجیب روی دیوار انداخته بود. اون سایه یک آدم بود، ولی وقتی تکون خوردم اون سایه اصلا تکون نخورد. اون لحظه برای اولین بار تو وجودم یه ترس خاص حس کردم. ترسی که انگار آشنا بود، ترسی که از گذشته باهام اومده بود اینجا. اون روز رو فقط تو سکوت گذروندم. کتاب خوندم، چای خوردم، به دیوار زل زدم. خودم رو قانع کردم که همه چی خوبه، که فقط ذهنمه که داره بازی در میاره. ولی شب دوم صدا برگشت. این بار با ضربه همراه بود. تق 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 تق. اولش نرم بود، مثل افتادن یه چیزی. بعد با
واضح‌تر شد، مثل ضربه با مشت به چوب. رفتم پایین تا نزدیک در زیرزمین. دستم روی دستگیر یخ کرده بود. قلبم مثل طبل میکوبید، ولی چیزی نگفتم. فقط برگشتم بالا و پتو رو تا زیر چونم کشیدم و سعی کردم بخوابم. تا سحر فقط صدا بود و سایه و فکر این که شاید یه نفر یه چیز اون زیره، زنده است یا شاید مرده است ولی هنوز نرفته. یه بار دیگه نصف شب تصمیم گرفتم گوشم رو بچسبونم به دیوار. صدا واضح‌تر بود ولی فقط گریه نبود، زمزمه هم بود. یه جمله، یه کلمه تکراری. نفهمیدم چی میگه ولی لحنش التماس بود، مثل کسی که داره برای نجات جونش التماس میکنه یا برای رهایی از یه درد قدیمی. نفس عمیق کشیدم. گفتم باید شجاع باشم، باید برم زیر زمین، اینطوری نمیتونم زندگی کنم. ولی وقتی در رو باز کردم فقط بوی نم بود و تاریکی. یه پله چوبی که تا ته تاریکی پایین میرفت. نور گوشیمو روشن کردم ولی صدا قطع شد. فقط سکوت بود، سکوتی که دیگه آشنا نبود، یه سکوت مرموز. رفتم پایین. هر پله یه قرچ صدا میداد ولی ته پله ها هیچ چیز نبود، فقط یه فضای خالی، سرد و بوی خاک. برگشتم بالا ولی همون شب وقتی توی تخت دراز کشیده بودم دوباره صدا اومد، این بار از زیر تخت. اونجا بود، نزدیکتر از همیشه، یه چیزی که حالا خیلی نزدیکتر از زیر زمینه. اون زیر تخت من بود. اما شاید این فقط شروع